السلام علیکم اکای حاجی مرزا. ما یک گروه مخلصان شما می باشیم، میخواستیم با این سوال های ما جواب گردانید. آیا خانه‌دار کردن فرزند برگردن پدر فرض است؟ که در این باره بحث ها زیاد هستند. برادر عزیز و گرامی، در این مسئله ای که خانه‌دار کردن بچه یا گوییم بزن تأمین کردن بچه به گردن پدر و مادر فرض نیست، اگرچند که در حدیث آمدگی هست، لیکن حدیثی ضعیف است، خواب روایتی هست. به این خاطر فقط به ذمه پدر و مادر گذاشتن نام و ختنه کردن فرزند و او را به علم اسلام، به علم دنیا شناسایی کردن است و او را آداب خوب آموختن است. این است وظیفه های پدر و مادر. لیکن زندار کردن بچه به ذمه پدر و مادر این فرض نیست. فقط فرزندان را باید در روحیه خدا ترسی و خداشناسی تربیت کردن هر یک پدر و هر یک مادر، این یکی از وظیفه های اولین درجه پدر و مادر می‌باشد که فرزندان را از سن خردی باید که ما در وجود اونها دو کلمه را باید جای کنیم، یکی اوبال، یکی ثواب. بچه‌م به این کار نزدیک نشو که اوبال است، بچه‌م به این کار نزدیک شو که ثواب است. انا با این کلمه ها فرزندها را ما شناسایی کردن، نزدیک کردن به گردن هر یک پدر و مادر ضرور است.